در صدمه یک قطار تاجیکستان در قلمرو ازبکستان 33 سرباز تاجیک زخم برداشتند. بنا به گزارش‌های مقدماتی قطار دوشنبه کانی بادام روز پنجشنبه هنگام حرکت در شهر جیزخ از راهش خارج شده است، ولی بسیاری از واگن‌های آن امین ماندند. در مجموع به گفته وزارت دفاع تاجیکستان در این قطار 200 سرباز بود و وضع آنهایی که جراحت برداشتند وزنین نیست. کمیسیون مخصوص به تحقیق سبب‌های این صدمه شروع کرده است. مقامات انتخاباتی تاجیکستان به استثنای نامزد مخالفان دولت سه داوطلب کرسی رئیس جمهور را ثبت نام کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات روز پنجشنبه گفت که اسماعیل طلبکوف از حزب کمونیست، عبدالحلیم غفاروف نامزد حزب سوسیالیست و سید جعفر اسمانوف از حزب دموکرات 210,000 امضای رای دهندگان را جمع آوردند و حق شرکت در انتخابات را پیدا کردند. مهلت جمع‌آوری امضاها تا ساعت 18 به وقت دوشنبه تمام می شود و همین لحظه ها امضاهای عین حال با نظر و شمارند. خودش میگوید که مقامات هنگام جمع‌آوری امضاها به آنها مانع گذاری کردند. امضا کردن بعد چند روز رفته نسبت اینا را ترساندن. نماینده‌های بعضی حکومت اومده با گریه که خط بزنید نمایندگان. پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه اجازه داد زندانیانی که به حبس یک عمری محکوم شدند در یک سال 2 مرتبه با نزدیکانشان ملاقات کنند. بر اساس قانون درباره اجرای جزای جنایتی، عیادت زندانیان یک عمری در تاجیکستان در یک سال یک بار اجازه داده میشد. چند روز پیش از اصلاح این قانون آیژه غفار و خواهر ژنرال زندانی تاجیک شکایت کرد که به او اجازه نمیدهند در یک سال حتی یک بار هم برادر خود را ببیند. اون معلومه که آدمایی شخصایی که غلطی دگن در جای کارشون که همو مسئولیت حس نمیکنن. انا برای چه جمعیت بعد خلق ناراضی میشود، آدما ناراضی میشه. یک من نه همین کدامی که برای به همین خیلی عایشه میرزایووا در نهایت گفت که دیروز توانسته است غفار میرزایف را عیادت کند که او را با گناه جنایت‌های سنگین از جمله خیانت به وطن به حبس یک عمری محکوم کردند. بنا به گزارش‌ها صدمه نقلیاتی مرگبار در شهر دوشنبه که 3 نفر کشته بر جای گذاشت به عیب نورالله حکوموف خویش یک منصبدار بلند مقام تاجیک رخ داده است. خبرگزاری ازیا پلوس می‌نویسد که نورالله 21 ساله برادرزاده امان‌الله حکومت‌الله رئیس شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان است. وزارت امور داخلی از این پیشتر گفت که بر اثر سبقت بی‌مورد در یکی از کوچه‌های مرکزی دوشنبه با ماشین گران قیمت BMW ماشین مقابل به صدمه روبرو شده است و در این حادثه همچنین 3 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی هویت راننده BMW را آشکار نکرده بود. و اخباری از این هم بیشتر را می توانید در تارنامه رادیوی آزادی بخونید در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم گوگل پلاس و هم زمینه تلفنی رادیوی آزادی.